قدیما تصور میشد که عضله سازی چربی سوزی همزمان ممکن نیست، اما الان میدونیم که بادی ریکامپوزیشن یا اصلاح ترکیب بدنی ممکنه. خب چند دسته از افراد هستن که راحت‌تر میتونن این کار رو انجام بدن. توی این ویدیو به 5 دسته از این افراد اشاره میکنیم که راحت‌تر میتونن همزمان عضله بسازن و چربی از دست بدن. دسته اول افراد آماتور هست. شما وقتی تازه وارد یک باشگاهی میشین، بیشترین میزان عضله سازی و چربی سوزی رو در طول کل عمر خودتون دارین و بیشترین پیشرفت ممکن رو شما همون 1-2 ماه اولی که میرین باشگاه دارین، مگه اینکه از داروهای غیر مجاز استفاده کنیم که بعدا بهشون میپردازیم. دسته دوم افرادی هستن که اضافه وزن دارن. شما ذخایر چربی زیادی توی بدنتون دارین، پس میتونین کالری دریافتیتون رو محدود کنین و روند چربی سوزی رو سریعتر کنین، در حالی که میتونین همزمان عضله سازی هم بکنین. دسته سوم افرادی هستن که حالا یک بدن فیت و خوب ساختن و حالا طی یک مدتی به دلیل آسیب دیدگی و حالا مسائل شخصی از باشگاه دور موندن و دوباره میخوان تمرین رو شروع کنن. این افراد به دلیل حافظه عضلانی که دارن سریع میتونن دوباره روند عضله سازی و چربی سوزی خودشون رو تسریع کنن و این بادی ریکامپوزیشن رو داشته باشن. دسته چهارم استفاده از استروئیدهای آنابولیک هست که ما پیشنهادش نمی‌کنیم. یه جور شورتکات ناسالمه که بعضی از افراد ازش استفاده میکنن و ما به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنیم. دسته پنجم افرادی هستن که تمرینشون یه حالت تفریحی و فان داره، میرن باشگاه که وقت بگذرونن و خب خیلی نتیجه‌ای نمیگیرن. این افراد با یکم سفت و سخت‌تر کردن رژیم غذاییشون، اصلاح اشتباهاتی که تو تمرین میکردن، شاید خیلی موقع تو تمرین حرف میزدن با این و اون، استراحتاشون زیاد بود، توجهی به وزنهاشون نداشتن، میتونن یک دفترچه تمرینی داشته باشن و وزنهاشون رو هر هفته بنویسن و رژیم غذاییشون رو آروم اصلاح کنن و بتونن این روند اصلاح ترکیب بدنشون رو تسریع کنن. پس این 5 دسته از افراد خیلی راحت تر از بقیه میتونن این بادی ریکامپوزیشن رو داشته باشن. ممنون که لایک و سابسکرایب میکنین، ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین.